اگر شما هم فرزند بین 5 تا 8 سال دارید یا اطرافتون کودکانی توی این رده سنی هستن که با شما در ارتباطن، این ویدیو حتما به دردتون میخوره، چون میخوام درباره اسکرچ جونیور صحبت کنم. یک زبان برنامه نویسی ساده و جذاب برای کودکان رده سنی پیش از دبستان و اول و دوم ابتدایی. پس تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. سلام، مهران اسماعیل پور هستم، محقق و مدرس برنامه نویسی کودکان. زبان برنامه نویسی اسکرچ جونیور توسط دانشمندان دانشگاه MIT برای کودکان طراحی شده که نیاز به توانایی خواندن و نوشتن هم نداره. روشی نوین و جذاب که کودکان تنها با کشیدن و رها کردن قطعه‌های کد و کنار هم قرار دادن اونها برای شخصیت دلخواهشون برنامه می‌نویسن و بازی و انیمیشن می‌سازن. اما حالا این سوال پیش میاد که کودکان چرا، چگونه و از چه سنی میتونن برنامه نویسی رو شروع کنن؟ سازندگان برنامه نویسی اسکرچ جونیور معتقدن که زبان برنامه نویسی هم مثل سایر مهارت‌ها مانند خواندن و نوشتن باید به صورت عموم در اختیار کودکان قرار بگیره، چون سواد آینده محسوب میشه. کودکان همونطور که دارن کد نویسی میکنن یاد میگیرن که چطور ایده هاشون رو خلق کنن و مسائل بزرگ رو به قسمت‌های کوچکتر تقسیم کرده و حلش کنن و در واقع این مهارت حل مسئله هست که در اونها تقویت میشه. شعار این گروه از دانشمندان این هست که ما قصد نداریم که تنها با برنامه نویسی کد نویسی رو به کودکان آموزش بدیم، بلکه میخوایم مطالب و مفاهیم کاربردی و عمیق‌تری رو از این طریق به اونها آموزش بدیم. پس همین الان با ثبت نام و شرکت توی این دوره ها برای آینده فرزندت سرمایه گذاری کن.